و راضی شدم معلمی که تو به ما اهدا کردید اون مربی ما باشه، ما رو تربیت بکنه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نگفته برای مسلمانان، نگفته برای انسانها و بشریت، خوب دقت بکنید به آیات، گفته للعالمین، برای همه عوالم، برای همه جهانیان، جهان مورچه، جهان زنبور، جهان ماهی، جهان پرنده، جهان خزنده، نباتات و گیاهان. ایمان 5 تا عشقه: عشق به خدا، عشق به طبیعت، عشق به زندگی، عشق به مردم، عشق به مرگ. 5 تا عشق ایمان. اونهایی که مؤمن واقعی میشن عشق به الله دارند. 3 تا ارتباط در قرآن وجود داره. یکی ارتباط با خالق، مبناش توحید خالصه. 2 ارتباط با خلق، مبناش احسان و انصافه. 3 ارتباط با محیط زیست، مبناش اصلاح طبیعته. اسلام این 5 تا عشق رو به نمایش میذاره. همه چی ارزشمند میشه وقتی تو مؤمن میشی، وقتی تو قبول میکنید که آموزش ببینید. چیزی که شیخ عبدالواحد تذکر داد، ما باید بپذیریم که آموزش ببینیم. بعضی فکر میکنن اگر زنا بکنن، شراب بخورن، ربا بخورن، اینا گناه کبیر است، باید توبه بکنن. ما اگر روز 10 صفحه قرآن و 10 صفحه کتاب مفید مطالعه نکنیم، باید توبه بکنیم از عدم مطالعه مفید در روز، در شبانه روز، چون ما را بی سواد میکنه و به جهل منتهی میکنه. دوست داریم تأثیرگذار باشیم در جهت مثبت، باید اول مقبول باشیم. محاله که تو تأثیر بگذاری در انسانها بدون ای که تو نزد انسانها مقبول باشید. اگر تو رو قبول ندارن، از تو حرف شنوی ندارن، نمیتونی تأثیر مثبت بذارید. و ما نمیتونیم مقبول باشیم مگر این که محبوب باشیم. اگر تو رو دوست نداشته باشن، تو رو قبول نمی کنن، نمیتونید تأثیر بذاری روشون. پس اگر دوست داری تأثیرگذار باشید، باید مقبول باشید. اگر دوست داری مقبول بشید نزد مردم، باید محبوب بشید. تو رو دوست داشته باشن تا تو رو قبول بکنن، تا از تو تأثیر بپذیرن. چطوری محبوب بشیم؟ تا مقبول بشیم و تأثیرگذار بشیم. رحمت باشیم، مهربانی باشیم، نگاهمون به انسانها خوب باشه، شفقت داشته باشیم، حب انتقام نداشته باشیم، نه با دوست نه با دشمن. آیا برای دشمنانمون دعا میکنیم که خدای هدایتشون بده؟ احسان بکن، نیکی بکن. امکانات، ظرفیت ها، محبتت، استعداد و هوشت، تجربت، ایمانت، اخلاقت، هر ظرفیتی و امکاناتی که داری، چه مادی چه معنوی، ازشون دریغ نکن. همه رو در خودت سهیم بکن. یک صندلی میزنید اونجا. بعضی از ما وقتی صندلی رو پست و مقام ازش میگیرن، کسی سلام خدا بهشون نمیکنه، و وقتی هم صندلی دارن، مردم از ترس بهشون سلام میکنن. ما نمیخوام اینطوری باشیم. ما نمیخوام وقتی صندلی خدمت از ما گرفتن، مردم به ما سلام نکنن. وقتی رو صندلی قدرت نشستیم، مردم از ترس به ما سلام بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه اگر اشتباه نکنم بود که یک جوانی آمد مقابل پیامبر ایستاد، میلرزید اینطوری که چطوری با پیامبر داره صحبت میکنه. این شخصیت بزرگی که مکه رو فتح کرده، همین دستش میلرزید.
گفت آرام باش پسرم، آرام باش. من پسر زنی هستم که نون خشک خورد میکرد تو آب گوشت یا تو آب خورشی اونو میخورد. آرام باش، من که پادشاه نیستم. هیبت رسول الله فکر کرد که این مکه فتح کرده فلان. آرام باش، تواضع. من پسر زنی هستم که مادرش نان خشک و تکه تکه میکرد تو آبی میریخت نرمش میکرد میخورد. سبحان الله. خدا نکنه مردم از ما بترسن به ما سلام بکنن، مردم عاشق ما باشن، بدون سلام از کنار ما رد نشن. بعضی انسان ها وقتی رو صندلی می نشستن به اون صندلی و اون پست و مقام قیمت میدن، وقتی که بلند میشن قیمت از اون پست و مقام هم میفته. تنها راهش احسان به مردمه و نیکیست و رحم و شفقت و مهربانی است. بعضی از دعوتگران جهان اسلام فکر میکنن با کوبیدن دیگران، با تحقیر دیگران، با تندخویی، با قضاوت درباره دیگران، با زندان رفتن، اینها نشانه این که اینها انسانهای بزرگی هستند. خشونت اصل در دعوتگران اسلامی که قرآن بر اون صحت گذاشته نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. حضرت عمر رضی الله عنه قبل از اینکه مسلمان بشه شمشیر از غلاف کشیده بود، تو کوچه های مکه گره گردنش ورم کرده بود، چشماش مثل خون شده بود. دلونی علی محمد، من راهنمایی بکنید، آدرس بدید این محمد کجاست. میخوام گردنش و سرش رو هدیه بدم به قریش. و همه رو راحت بکنم. گفت برو اول خانه خودتو پاک بکن. خواهر تو فاطمه بنت الخطاب بر دین محمده. عمر سرد شد، مسیرش عوض شد. داستان اینطوریه که زمانی که شمشیر کشیده بود که گردن این محمد رو بزنه و هدیه بده به قریش و مردم رو راحت بکنه، پیامبر در همون لحظه دعا میکرد، دستش بلند کرده بود که اللهم اعز الاسلام به احد الامرین. دعا برای هدایتش میکرد. اون شمشیر کشیده بود که گردنش بزنه. نگاه کن، بدی دیگران رو در خوبی خودش و دعای خیر خودش و هدایتش خنثی میکرد، خنک میکرد. پیامبر رسول مهربانی. یک انسان چقدر میتونه تأثیرگذار باشه وقتی که شخصیتش به تکامل رسید، نیتش و قصدش و هدفش درست شد، به انسانها نگاه خوب پیدا کرد، بی نهایت میتونه تأثیرگذار باشه. مثال من و شما مثل یک آهنربای بزرگ باشه. آیا آهنربا کاهو جذب میکنه؟ آیا آهنربا کاغذ رو جذب میکنه؟ آیا آهنربا پلاستیک رو جذب میکنه؟ نه، فقط آهن، براده های آهن جذب میکنه، از جنس خودش جذب میکنه. هرچه آهنربا بزرگتر باشه جذابیتش بیشتره. تو نیت خیر بکن، خوب باش، نگاه خوب به انسانها داشته باش، گذشت داشته باش. نگاه کن چطوری دور جمع میشه. کل خوبی هایی که تو دنیا هست پیش کفار، غیر مسلمان و مسلمان، همه سرازیرت میشه. از جنس خودته، از جنس نیت خودته.
ان جنس نگاه خودت به بشریت امروز دنیا خیلی کوچک شده. این انسانی که وقتی به تکامل میرسه میتونه رو انسانها تأثیر بگذاره. چقدر تأثیر گذاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم رو انسانها؟ تا دلت بخواد در طول تاریخ، در گذر زمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم رحیم بود، مهربان بود به همه انسانها. سختی های زیادی، مشقت های زیادی متحمل شد، اما هیچ موقع نفرین نکرد. همیشه دنبال هدایت، ارشاد، گذشت بود. 13 سال زندگی مکیش بعد از اینکه هجرت کرد، کرامت انسانی رو به انسانها برگردون. در جایی این تحول و این عظمت رو به نمایش گذاشت که جامعه جاهلیت و تاریک بود. در 40 سال زندگی مکیش قبل از بعثتش خداوند در اون جامعه افسار گسیخته پیامبرش رو مسئول کرد. در سن 20 سالگی در جنگ در حلف فضول شرکت کرد. 20 سالش بود. پیمان صلح و حمایت از مظلوم 20 سالش بود شرکت کرد. رجاحت عقل داد. در سن 35 سالگی حجرالاسود رو بلند کرد، گذاشت در جای خودش. نزدیک بود اختلاف بیفته، مانع اختلاف شد بین قبایل بزرگان قریش. در سن 25 سالگی در تجارت خدیجه رفت. خدیجه شخصی رو موکل کرد که اینو در نظر بگیر. خدیجه 2 بار شوهر گرفته بود، از اشراف بود، از تجار و سرمایه‌داران بود. در اون سفر برگشت، گزارش از اون میسره گرفت، بلا فاصله درنگ نکرد، رفت قاصد فرستاد، رفت خواستگاری این جوان 25 ساله که خودش 40 سال داشت. اینجا خجالت نکشید، شرم و حیا مانع نشد که مردم چه بگن. زن 40 ساله 2 بار شوهر گرفته، به خواستگاری یک جوان مجرد 25 ساله داره میره. پیامبر یتیم بود، 25 سال سن داشت، جوان بود، اون از اشراف بود، از سرمایه داران بود، بزرگان قریش خواهانش بودن. ولی به این به خواستگاری این جوان نرفت. به خواستگاری طهارت رفت، محمد طاهر. به خواستگاری امانت رفت، محمد امین. به خواستگاری صداقت رفت. اینا سرمایه حساب میکرد، نه مال تجارتش. این سرمایه ها کم داشت. به خواستگاری حکمت رفت، محمد حکیم. رجاحت عقل. به خواستگاری رافت و رفقت و شفقت و مهربانی رفت، محمد رحیم، مهربان. این سرمایه ها کم داشت، رفت به خواستگاری این سرمایه ها. کفار قریش در طول 40 سال محمد رو به این 5 تا وصف توصیف کرده بودند: محمد طاهر، محمد امین، محمد صادق، محمد حکیم، محمد رحیم، مهربان. بارزترین و برجسته ترین صفات پیامبر اخلاق نیکوش بود. و انک لعلی خلق عظیم. اگر کسی تواضع بکنه در مقابل قدرت و تمکن، این نمیگن اخلاق نرم. این طبیعیه که هر کسی ضعیفتر در مقابل قویتر نرمی به خرج بده. اما کسی که این همه قدرت داره و این همه موقعیت داره و تمکن داره، بیاد اینطوری تواضع به خرج بده. پیامبر می‌فرمایند صلی الله علیه و سلم: الراحمون یرحمهم الله. کسانی که رحم بکنن خدا رحمشون میکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
به اونهایی که در روی زمینن رحم بکنید تا اونهایی که در آسمان به شما رحم بکنه. میگه خداوند رحمت رو از دل انسان سنگدل در آورده. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. رحمش تعدی پیدا کرده از دوستانش حتی به دشمنانش. رحمش تعدی کرده از انسانها حتی به حیوانات. نه اگر شما درختی بکارید یا زراعتی رو انجام بدید که اون درخت بزرگ بشه، اون زراعتتون پرنده، خزنده، انسان، هر کسی ازش استفاده بکنه صدقه ایست برای شما. همش درباره مهربانی پیامبر هست. گفتارش، راهنمودهاش همه درباره محبت، خدمت، گذشت، عفو. انسان کوچک حب انتقام دارد. کسی که میخواد بزرگ بشه، رهبر بشه، مصلح بشه، مربی بشه، اگه حب انتقام داشته باشه اون خیلی کوچکه.